بعض یعنی رسانه‌ها میگن ماه شهید رمضان 29 میشه و درباره همین یک معلومات میده. یعنی چرا 30 نشده است؟ بله بله چرا سلامت باشید. سلامت باشید. سوال کردن گفتم بیره از این موضوع است. منم در چند رسانه و چند چیزها دیدم و شنیدم از دوستان، مردم در این پریشانی هستند که چرا رمضان امسال 29 دارد می شود، یعنی روز سوم احتمال دارد که روز سیوم یعنی عید شود. بنابراین برادران عزیز، هر عالم، هر مفتی، هر قاضی، هر انسان دیندار در دین مبین اسلام، علما ورثه الانبیا، علما میراثبران پیامبران هستند. هر عمل دینی را از معلم دین از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگیرند. پیامبر من و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بعد از فرض شدن روزه، بعد از فرض شدن ماه مبارک رمضان 9 سال روزه گرفتند. 9 سال بعد فرضیت روزه پیامبر من و شما از دنیا گذشتند. بنابراین همه اون احادیثی که ثابت هستند، پیامبر خدا از همین 9 سال 5 سالش را 29 گرفتند، 4 سالش را 30 گرفتند. و ماهای قمری همه اهل علم میدانند ماهای قمری 29 میشوند 30 میشوند، یعنی 28 و 31 ندارند. بنابراین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معلم دین من شما صلی الله علیه و سلم 29 هم گرفتند، 5 سال رو 4 سال رو 30 گرفتند. و بسیار از اهل تحقیق بر این هست که 7 سالش رو 29 گرفتگی است. بنابراین برادران عزیز در پریشانی و در مثلا غمگینی نباشند دوستان و هموطنان و جماعت مؤمنین و مسلمین بر این که چرا رمضان 29 شد. رمضان‌های محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم 29 شده بودند و ماهای قمری گاهی 29 میشن گاهی 30 میشن و این در صحیح بخاری وجود دارد. و این بود پاسخ این برادر عزیزی ما و این از که مسائل مبرم روز هست. و بعد از اینکه ما فردا جلسه شورای علمای جمهوری تاجیکستان هست و این مسئله با رأی جمهور و تحقیق میرسد و برای همگان در رسانه‌ها گفته میشد ان شاء الله.